سلام علیکم پدران، مادران، برادران و خواهران، دوستان، مهاجران، مظلومین و مبارزای وطن. امروز روزای اول دانش است و هزاران نسل نورس ما در وطن قدم اولی خودشان گذاشتند به مکان مقدس، به یک مکانی که مسئولیت شناسی شروع می شود، مکانی که نسل نورس احساس جوابگو بدن به عمل، رفتار و گفتار کردار خودشان درک میکنند. اینم باشه این مکان مکتب. هر یک طفل البته که آزاد از همه مسئولیت ها است و کسی از او چیزی طلب نمیکنه تا روزی که قدم به مکتب میمونه. هر یک نفر ما اگر طفلی خمونه یاد بیاریم، ما هر یک ناز هر چیزی که داریم در خانه میکنیم و نازبرداری ما پدر و مادر ما است و تا مکتب رفتن مونه ما از ما کسی چیزی مسئولیتی طلب نمیکنه تا روزی که ما قدم به مکتب میمونیم. یک مکانی که شخص تیار میکنن، معینه سر شخص وقتی به مکتب میره به مثل یک کامپیوتر خالی جدید است و وقتی که اونجا داخل میشه آموزگارا باشن به مثل یک برنامه ساز باید بهترین برنامه را در معینه سر طالب علم جا کنن تا که در آینده این نسل ها وطندار خویشون باشن. یعنی در دولتداری، در وطنداری کار ما از خود مکتب شروع می شود. از روز یکم تحصیل طالب علم با معلم شناس میکنن، یک احساس خاص، یک مهر محبت عجیب تولید میشه بین طالب علمای خردترک، بین آموزگارا. بعضن روانشناسا ذکر میکنن وقتی که کودک به مکتب به صنف اول قدم میمونه و مسئولیت شناس میشود، در معینه سر و زبانش بیشتر نام مکتب و معلماش و در والدین باشه یه رشک سبق حس میکنن، یه رشک پدر و مادر پیدا میشه و نسبت معلم و نسبت مکتب. خب یک رشک سبق بد نیست. یعنی وقتی که یک طفل مدت 5 سال 6 سال برای والدین مثل یک سایه است، در همه جا دنبال اینو است، یا که در افتادن و در لذت زندگی، در مشکلات عمری کوچکش همه نگاه و صداش طرف والدین میکنه و کلمه بسیارتر استفاده میکردگیش یا پدر یا مادر. در رفتن به مکتب باشه طفل عوض می شود، در عقل فهمیش و برنامه زندگیش تغییر می یابد. میتونیم بگیم که قدم های اول مستقل و مسئولیت شناسی شخص شروع می شود، خاصتا ای مکتب ابتدایی. ای روزای اول کودک به دیسیپلین شناس میکنن، انتظام، طرز درست ششتن، لباس تازه نگاه داشتن، داد نزدن در جای جمعیتی، معامله خوب داشتن به همسنفا، احترام بزرگا نسبت معلم و دیگر کلانسالا، یعنی جای خود پیدا کردن در کلکتیو و هر یک چیزی که به طالب علم میموزن در جواب ایو طلب میکنن. تا وقتی که ما مکتب نمیریم ما یگان مسئولیتی نداریم، کسی از ما چیزی طلب نمیکنه در عوض. این قدم ها فقط از مکتب شروع میشوند. ای است که کودک جای دائما پدر مادر گفتن زیادتر فکر مکتب و آموزگار در معینه سرش جا میده. وقتی تحصیل مکتبی میونه ما در مدت 10-11 سال تحصیل ای بسیار معلمات درس میگیریم، ای فنای گوناگون، خاطرهای گوناگون میمونه، ای همسنفا یا که ای آموزگارا یا ای حادثهای خودی مکتب. شاید ما بسیار چیزا را که در مکتب آموختیم در حالتهای تکرار نکردن و یا که گذشتن وقتی زیاد فراموش بکنیم. حتی نام معلم‌ها را یا که همسنفان ما فراموش میکنیم. نا فکر نکنیم که شخص باشه معلم اولشه، معلم صنف ابتداییش نامش فراموش کنه. یاد داریم معلمی که با یک تبسم، با یک مهر صداقت روز اول دانش طالب علم ما را در اطراف خودش جمع میکنه، وارد صنف میکنه، با یک دیگر شناس میشیم، یک احساسات عجایباته. شخصا خودی بنده یاد دارم یک کم روز مکتب رفتم، گرچند که سال ما هم نمیرسید، 6 ساله پره هم نبودم وقتی مکتب رفتگیم، نه که تا همی روزه یک کم روز مکتب خوب یاد دارم. نام و نسب، سیما و صدای معلم تا این روزا در یاد ماندگی است. انشالله که هیچ وقت فراموش نمیکنیم. مکتبی میونه مکانی است که ما را به همه علم تا اندازه شناس میکنن و در آینده ما انتخاب شاخه و یکم ساحه را میکنیم.
اگر که ما در مکتب میانه داشته باشیم، از یک فن نیست، از هر یک فن ما میخونیم. درسته؟ یعنی به هر یک متن موضوع ما را شناس میکنن. هر یک دولتی که امروز در چی موردی قرار داشته باشه، ته کورسیش، فوندامنتش مکتب یعنی ابتداییه. یعنی که آموزگارا خیلی رول مهم بازی میکنن در ساختار دولتداری. اینا همین فوندامنتی دولتداری هستند. آموزگارا رول مهم همو بازی میکنن. پیش وقت عزت، حرمت، احترام خاصی بین معلم و طالب علم متاسفانه امروزا مشاهده نمیشود. اون مهر و صداقت اونو نیست. اگر پیش وقت به معلم تو گفتم مراجعت کردن روا نبود، حاضر باشه حتی سخنان قبیح را استفاده میبرن بین یک دیگر معلم طلبه در داخل صنف نزد هم دیگر. در داخل صنف عزت و حرمت بین معلم و طلبه اینو نیست. یکی از سبباش این است که امروز معلمات دستنیگرند. دستنیگر یعنی طلبه‌اند. وقتی که دستنیگر میشوند محتاج میشوند، عزت و حرمت میره از بین. نباید ما فراموش کنیم که قامت ما راست نمیشود اگر که ما انتظام نداشته باشیم. قامت ما راست نمیشود تا او دمی که علم و معرفت در سطح بالا نباشه. پیش وقت ما یاد نداشتیم که مدای خوانی را در مکتب به ما یاد بدن. اینا ما یاد نداشتیم. به ما در عموم میفهموندن که بله ما بزرگا داشتیم، عالما داشتیم، شاعرا داشتیم، لیکن شخصیت پرستی نبود. شب و روز در گوش ما کسی نمیخواند که تو فردوسی را دوست بدار. شب و روز در گوش ما کسی نمیخواند که تو سجده به عبدالله رودکی بکن. یاد نداریم که در گوش ما افسانه خوانده باشند مجبور ممکنن که ما باید دوست بداریم گربچوف، ما باید دوست بداریم قهار محکم، ما باید دوست بداریم نبی یا که ما خود رحمان دوست بداریم. نه با در ما کسی اینا مجبور نمیکرد. عکس اینا در کجای نبود و کسی ما را نمیگفت اینا را باید تو دوست بداری به اینا سجده بکنی. اینا را ما یاد نداریم. متاسفانه امروز نسل نورس از روز اول مکتب در گوششون به معینه و قلبشون 3 کلمه را جا میتنه: جنگ، شکرانه، رحمانوف. جنگ، شکرانه، رحمانوف. با شدن صحیفه یکم کتاب بازم چهره نامبارک شخصی که با سیاست حکمتداریش وطن ما را خراب کرد، مردم ما را آورد بدنام کرد، وطن ما را فروخت، با همین چهره را به همین کودکا، به همین نسل نورس در روز یکم دانش شناس میکنند و از روز یکم دانش اینا را به شخصیت پرستی تیار میکنند. امروز شما اون نفرایی که رول تاثیر بخش بازی میکنند در جامعه، مسئولین معارف، باید درک کنید که این راه و برنامه شما مردم وطن به نیستی میبره. مدای خونی را نآموزیم به نسل نورس. ما امروز هم نه قدر دیر کردیم. امروز هم نه قدر دیر شدگی. ما میتونیم که مردم از این وبا آزاد کنیم، توبه چون کنیم. به نسل نورس باید و تندرستی را یاد بدین، خداشناسی را بیاموزین، نه اینکه شخص پرستی را. بدانند که وطن و قدر هموطن چیه. تعداد شما آموزگارا هزارها است. شما میتونید که به یک صدا در یک روز به همه ای خاتمه بگذارین. برای دولت جامعه سالم ساختن باید که مبلغ صرف کرد در ساحه معارف برای آموزگارا و طالب علما، نه اینکه برعکس مبلغ را در ساختن انشاءات خراب کننده تفکر جامعه باشه. جامعه را به سمت درست راهنما میکردگی شما آموزگارای. بعد از الله مردم عزت شرف میدادگی شما آموزگارای. اگر که شما ایروی ناموس به طالب علما درس بیاموزین، از روز اول از همون ته کورسی اگر شما با اونا درست درس بتین، بفهمونین که حرام چی است، حلال چی است، بفهمونین که وطن دوستداری چی است، شخص پرستی چی است. اگر شما بفهمونین که سفید ای سیاه است، شما میتونین که مردم وطن به قلای بلند برسونین. امروز زیاده
ای 200,000 زیاده 200,000 قدم اول خودشون به مکتب گذاشتن. نسل نورس زیاده 200,000. ما تقریبا 4,000 مکتب داریم تا 2 میلیون طلبه را. این برابر تعداد اهالی بعضن دولت ها. امروز 250 دولت کشور 100 تاش اهالیش ای مکتب خانه ما در کم ای. 100 تا دولت کشور روی دنیا را اهالیش ای مکتب خانه ما کمتر ای. 50 کشور دیگر اهالیش از نسل نورس ما که دیروز قدم اولش در مکتبمون از همونا حتی کمن. منظورم چیه؟ معلم شما باید درک کنین که مکتب ابتدایی جایی است که نسل نورس مثل یک پرنده کوچک شما قبول میکنین. در دوام 10 سال 11 سال شما با او میتونین که یا پرواز کردن بیاموزین یا که قناتوش هم میشکنین میپرتوینش. کل عمر خزیده عمر به سر میبره، رنج عذاب میکشه. از این نسل نورس غلام تیار نکنین. شما 1 2 3 و 4 10 100 نفر نه تعداد میلیون غلام تربیه میکنین. نگذارین که طفلای خوردیشون شخصیت پرست مدعی خان باشن. اونا را غلام نکنین، غلامشو نسازین. خوب دقت کنین والدین که امروز فرزندا را کجا راهنمایی دارین. ما دولت‌های دیگر را می‌بینیم پدر و مادر برای فرزندش شهر مکانش عوض میکنه که فرزندش در جای دیگر مکتب دیگر علم بیشتر و بهتر از خود میکنه، سفر میکنه برای فرزندش تا فرزندش بیاموزونه. وقتی که میبینه که یک مکتب فرزندش با یگام نفرای بد اخلاق امر میشه در یگام ناحیه در یگام منطقه از برای تربیت فرزندش جاش عوض میکنه، سفر میکنه. شما خوب دقت کنین والدین که امروز فرزنداتون کجا راهنمایی دارین. شما امروز خوب دقت کنین که فرزندای شما کجا هن. هر یک پدر و مادر پیش از اوی که ای فرزندش یا لقمه نان طلب میکنه اولا باید از روز اول مکتب توجه خاصی داشته باشه، سعی و کوشش کنه فرزند بخونه، صاحب معلومات کنه، صاحب جای کاری حلال کنه و او وقت بعد بگه که فرزند امروز نوبتی تو رسیده است که تو ستون به خاندان باشی. امروز نوبتی تو رسیده است که تو مرا بخرانی، تو مرا بپشانی. نه اینکه امروز ما چشمون نپشانیم فرزند چیکار میکنه، چی درس میخونه، او را کجا راهنمایی میکنه، معلم او را چی میآموزه، پیش کی میبره، میمونه سجده بکنه، فردا که به 18 رسید بگیم که بچه‌م مرا نام بده. برای چی مرا نام نمیدی؟ یه از روی عقل انسانی نیست. فرزند باید بخونانی، او را بالای پاش باید راست مانی، مستحکم کنی، صاحب جای کارش کنی. باید بعد خانه راحت بشینی بگوی فرزند امروز بیار تو مرا بخوران. توجه نکردن فرزند برای غلامی روی کردن به دولت‌های دیگری حل مسئله نیست. این زندگی نیست، این دولتداری نیست. یک غلامی ای، بی‌شرفی ای، بی‌ناموسی ای، این خود تغییر کردن ای، این ملت مردم وطن تحقیر کردن ای، این دنیا و آخرت خود سوزاندن ای. عذر ما تلخ میگیم، گاه وقت تند میگیم، سخت میگیم، داد میزنیم، نکه خوشحالی مونه نیست، همش ای درد ای. ای همه والدین و آموزگاران خواهیش مسئولیتتون از شما باید درک کنین. نسل نورس و جامعه را برای خوب راهنمایی کنین. ای نسل نورس غلام نسازین. باید ما بگیم بس امروز. باید ما دیگه غلام تیار نکنیم. باید ما این فکر از سر نسل نورس دور بسازیم که مکتب من روان میکنم و میرم یک دولت میرم در اوج مردی کاری میکنم. ایرا باید ما از سر مینمون ای قلبمون باید ما دور بسازیم. او پدرایی که شما اختان این روزا را دیدین، این روزای سخت را دیدین، شما باید تمام کوششاتون بکنین که فرزنداتون این روزا را نبینن. تمام کوششاتون باید بکنین که فرزندای شما این روزا را نبینن.
یک بار پیش نظرتون بیارین که شما چی روزا را گذشتین، چی روزای سیاه بود به سر شما، چی تحقیرها شما شنویدین، چی عذابا کشیدین. اگر هر کسی که بخواه که فردا فرزند داشت همین تحقیرها را بشنوه، همین عذابا را بکشه، اون نفر ناموس نداره. اگر هر کسی بگه که فرزند مکتبش تمام کرد، اونم بیا به مثل پدرش، من کی بدم، من پدرش بدم، اونم بگذار به مثل من بشوه، یا که من کسی بدم فرزند من پس همون میشوه. نباید این گپ گفت. باید کوشش و تلاش کنیم که این نسل نورس که امروز هسته اونا این روزای سیاه را نبینن. اونای خیلی تحقیر زده باید نشوند. کوشش کنین که مردم وطن به یک سمت درست، به یک سمت مناسب ببرین. به این سمتی که امروز ما حرکت داریم، به این سمتی که ما امروز رفته استیم، مطمئن باشین این ما را به نیستی میبره. این حکمتداری که هست، این دولتداری که امروز ما و شما کرده استیم، این ما را به نیستی میبره. اگر که وطن براتون عزیزه خوب دقت کنین. امروز ما و شما دیدیم، روزای سیاه را دیدیم، امروز ما و شما تحقیر شنویدیم. پس باید ما کوشش کنیم، خیلی کوشش کنیم که فرزندای ما اینا را نشنوند. شما باید درک کنین که در یگان جا، در یگان کنستیتوسیا، در یگان تاریخ، نه در اسلام نه در بیبلیا در جای نیامده که گفته باشه که یک نفر باید بیاید و وطن به کولگی خودش بکنه. در هیچ جایی گپ گفتگی نیست. در یگان کتاب، در یگان قانون دنیا گفتگی نیست که یک نفر بیاید و بگه وطن ایمه، هر چی کاری که بخواه بکنش، هر چی کاری که بخواه بالای سر مردم اون منطقه کار بره. در کجایی را گفتگی نیست. اگر هر نفر میگه که این نصیب ماه، او خطا میکنه. بیار یک دلیل، بیار یک حدیث، بیار یک آیت. اگر از روی اسلام این اگر میزنیم، خب از روی هر یک قانونی که باشه بیار یک جای نشان بده که در اوجا نوشته باشه که وقتی که مالی تر میگیرن تو خب کن، وقتی که بالای تو ظلم میکنن تو خاموش باش، وقتی که مادر تر تحقیر میکنن تو خب صدا تا نبرو. بیارین یک قانون، یک جا مرا نشان بدین، من امروز خب میکنم. هست جای نوشته شدگیه که ترا تحقیرت کنن تو خاموش باش، هموطن تا تحقیر کنن، ترا وطن تا بفروشن تو خاموشی را انتخاب کن. هست جای نوشتگی شدگی است؟ نه، در یگان جا نیست این چیز. به همه آموزگارا، همه طالب علما و خصوصا به خردسالایی که امروزا قدم نخستین میمونن در راه آموزش علم، او هموطنای خردسال ما که چی در وطن باشن و چی در خارج، تبریک میگیم و امیدوار روز سربلندی و رهایی از ظلم و ستم کل هموطنا هستیم. روز دانش مبارک بود. تشکر به دقتتون. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.